خداوندا چرا دل آفریدی، چرا دل را تو عاشق آفریدی، چرا دل را تو عاشق آفریدی. اگر عاشق شدن جرم و گناه است، دل عاشق شکستنم گناه است، دل عاشق. من تو رای کردم که تو او بالای زمینا کو او دری کو بیامدی اینجا بشیشتی و تا از یه هوا شروع کردی به خوندن. این دیگه آخر با چه کار میشه؟ گردنم بندیه بابا. اگه شما دیدیم من دست به سیاه و سفید زد و بگین تو بچه منی ایده دقیقه چی نمیفهمه. که چرا دست به سیاه و سفید نمیزنه. شما میفهم کار و بار و زندگی شما. من اصلا نی بچه شما نمرمش نزینی چی شما ری برجی برم ای برجی. نه دیگه مثل که معلوم بشه تو هم کلون شدی بچه مه. شکرها کلون شدم. وقتی شما به غم منی به قصه منی پیرگیری به من نمیکنه، من به شما بچه‌گیری نمیکنم. بریم برای کار. بریم چه کار کنیم به تو؟ چری بابا بریم. بابا کو به ما گفتی به من رخ بستون نگفتی کاش بستون نگفتی. رد رخت کش چی میگه؟ رد رخت کش. آخه دیگه چی میگی بگو؟ من چرا به دخترم من نمیتونه. کدوم دختر با تو همین میتونه؟ دختر که مایی. سگو بابا. بام 4-5 جا براتون به تو به خسرونی تو خوش نکرد. جایی هم که تو پیشنهاد میکنی زور ما آدم نمیکشه. خلاصه گپ من کار ندارم بابا. ما زمینیم که زور شما میکشی یا نمیکشه. خدا و سلام مرغ ما یقین داره. میستونی من به دخترم بستونی نمیستونی. گندرم من میرم برو خوب. بابا مردم لقمه برمیداره برابر دهن خو. نه لقمه از این که دهن بیشتر باشه. آخه خودی مادر تو برفتم به خونه نرفتم به دم سرای نرفتم باور به خدا بکن ما اول کرونا بودم. دیومی هم که برفتم همینجی بچیستم خودی برار گپ زدم برار گفت کاکا جو گو یک تاسفرگی ما 1 سال خرج شما مردمه. شما مردم 1 میلیونی مرداده نمیتونید. بدون از اینکه شما خودی نفیسی کنید من زور من نمیکشه من دیگه توانی ندارم که تو برام اینجا نمیدونم. بابا خدایی که به مونا داده اونا را بوده پولدار کرده سرمایه‌دار کرده. همون خدا به ما میگه آل خیر ما کردی تاری 4 روزی. ما امید داریم درباره خدا. خدای پاک به ما میده برای این امید سر گوشی ناروا میکنه. بابا اون دختر من مای ممنون مای و گردن من باشه بابا ما به گوشی گم میزنیم. تو میگه ما کن اگه طور به من بدم ندم گردن من تا زنده باشیم شیره میکنم همین بیبه میشیم. خودت به گوشی هم گپ میزنه. چی رقمه که من خبر ندارم حالا من خبر شدم. خبر نداری خبر چی؟ بابا به دروغ نگفتم برای بخوشتونی. حتما من میفهم که میگه یک کاسی دیدین کاسه. بچه قربان ندارم. من زور من نمیکشه. خوش داری به می 5-6 جایی که من برفتم سعی کردم مردم خوبی هستم مردم انسانی هستم خوشم هستم به تو. اگه به می 5-6 جا خوش داری خوب تا خوب اگه نداری همین سر پوف میکنه خوش ندارم. من نمیتونم. برو در زور من نمیکشه که وقت میگه برو خود برو مزرق زرقاش کنم برو تو زن برو. نه آدم لقمه ور میداره برابر دهن خود نه دهن بیشتر تا می بابا لقمه ور داره اندازه دهن خوب می ور نداره اندازه دهن خوب. ما آمین زمین نیم خدا و سلام نیم مرغ می یقین داره. بدم همون دختر بدم ندم. اگه تو بابا دیدی که ما یک خوری به حرف شما یا مادر خو کرد و هر چی ما دیده. دور باشه که جیرجان عاشق ستنی لالا نیروی رمزین یا راستی باش که شونت مرچی بیدار همه نداره تانه بیان ده دلک بیشتو ساو مرچه سوارکی بی چیگه پایه اشتنی عاشق یا راستی چکا کنی کجایی باب افتاد میچه بالمه چکا شد به شیقی خونه رسیدی خدا تعالی که همیت معامله ما به دست داده ببینید چیکار میشه. چره؟ چی پیار می اینا برفته بیدم به خسرونی اونا همیت کت غب زده بیدم. اول پیر مادر می تحویل نگرفته بیدم میگم چون برای نگفته بیدم تاسفرگی ها ما خر 1 سال زندگی شمونه اینی تا گفت قلب آدم ها پول داره هم او چه که به پول داری گردن من نیه یا خرچه خود که به زندگی خود کم دارن دیگه هرچی دارن. و کجی جان سیکو اون مطالعه میگه یک آدم لقمه ور میداره به اندازه دهن خو بفهمیدی؟ به اندازه دهن خو لقمه ور میداره پیار تو راست میگه خودی از اونا شما نمیتونیم خیشی کرده
به خاطر از این نمیتونیم که اونا به اندازه شما نیم، شما به اندازه از اونا. شاید اون مرتبه دختر خب مثلا به تو بده، منتها خواستایی که او آدم داره شما پر کرده نمیتونه. شاید دو فرض مثال به شما بگه من دختر خب پیشکش نمام 5 لک دیپه به زود طلا بخرین، دارین که بخرین؟ داره رمزون گپ شما صحیحه. اگه 5 لک نداشته باشین طلا بخری، حداقل همون چیزی که دست ما بیایه ما برای از اونا دریغ نمیکنین. شما دل جمع باشین. جیر جو گپ تو صحیحه که چیزی که دست شما بیایه از اونا دریغ نمیکنه. خب اونا انان این معامله چیزی که دست شما بیایه اونا قبول بکنم یا نه؟ اونا قبول نمیکنم. اونا به اندازه خود خودمو تو آدم مایم. حالی داره رمزونی گپا شما همه صحیحه. گردنم بند نیه. همیده که من میفهمم، همیده که من دختر میفهمم. 100 تا خسرون برای عجو بره او قبول نمیکنه، 100 تا زنم که به من پیدا شه من قبول نمیکنم. مرغ ما هم یک لنگ داره، مرغ عجو هم یک لنگ داره. مای هم ریزیش هم نمایم همیده ریزی نشم تا سرپیف کنه. خودگانان که جیجان خودی از اینا گزاره کرده هم نمیشه، زندگی کرده نمیشه، خواسته ها از اونا خوشبختی دختر خمایم و شدگی دختر خمایم دختر اینا به جایی که خود دل مای عروض شه که همی کار انتخاب کنم همی دختر خو بدم به من. با که اونا ذکر کردن که اولا ما هم رنگ خودمون تو پولدارا میدیم، دختر خود بدبخت میکنن، اوقات طلاق میکنن، زندگی بری و سخت میکنن. او دیگه به دست جیجان یکم دختر پولدار به خونه آدم غریب سر تا نمیاره. او به خونه خو فرض مثال گوشت و پلو میخوره هر وعده. به خونه ما و شما مثلا برنج و چه برنج بهمیا و بانجون و کدو اینا میخوره. میگو خدای که برای او به خونه خو صبحانه میخوره، ما و شما چای خیلی میخوریم. باشه هر رقم باشه میگم همینطور که خدا برای از اونا داده با ما هم یک روزی میده. به یک روزی میده بیشک ما و شما امید داریم اونا قبول کنم یا نه. من که میگم بر همو تیر باش. هر چی خواست خدا باشه همو بشه، هر چی نصیب و قسمت باشه همو بشه. خوانان نصیب و قسمت صحیح منطور فرق میکنه. بازم خودتو میفهمه چی میفهم. او گپتونه و کار خودتونه. من چه کار کنم؟ هر چی که با تو بچه بگم تو هیچی. من مجبورم کمی تا برم پیش خسور خو بوده خسور خو گپ زنم که ببر آن خسور ما بیام. کاکا خسور سلام علیکم. خیریت بخیری. یارو کاکا خسور دست من بچه خو دیوونه شد. چه کار کرده؟ هم 5 یا 6 براتون بدی خسرونی می یکی میگه بچم سیاه، یکی میگه گندی، یکی میگه کله پاک، یکی میگه لنگ، هم تا بونه ویله داره. کاکا خسرو این دست به خونه ها میگذاره که زور ما آدم نمیکشه. تو برو بجو خالی بالا به خونه پولونی خان دختر پولونی خان به من خسرونی کو من نمیکشه زور. ما گفتم بابا حالا من بیام آدم خود شما گپ زنم کاکا خسرو شما آدم ها قدیمی با ما یک راه نشوندین که ما چیکار کنم. میگم او بچه تونه یا تو بچه اینی؟ او بچه منه. خب اگه او بچه تونه مگر به حرف تو بکنه چرا نمیکنه؟ کاکا خسرو همینا امر ما دست دختر شما میبینم. دختر شما از امروز اول ناز داد الان تا گپ میزنم میگم مرتکه یک بچه داریم نکو ولی از خدا هر جا که انتخاب میکنه میگه خب وقتی که زور من نکشه چیکار کنم؟ آخه آدم هر جا که انتخاب میکنه من مال بامیر ریش سفید نیه بگم من میرون دخترم میستونم با من میدم حال شما بچه نمیدم. حرف بچه نکو. هم جایی که تو تبدیل کنه آدم خوبیه مسلمانیه نمازخونیه همون که تو انتخاب کردی مای ماسته باشه تو نمای سور حضرت میدی پوف میکنه نماسته باشه برای کار کنه زحمت کشه برای خودی هر جا که انتخاب میکنه زن. کاکا خسرو دیوانه شدم. ما دست دختر شما من بیشتر دیوانه شدم. من همین روز تا به همسوم گپ میزنه. کاکا خسرو شما برای من دختر خور بفهمونیم بگیم برادر لقمه برداریم برابر دهن خو. اونا که بحث نمیکنن خود اینا برن جلوش هم کلاک بکنن. وقتی که آدم به دستماهی خود نگاه میکنه نه که به همسایه خود نگاه کنه. تو توانا و مرتکر توانا یک میمونی داری نه که میمونی کنی اصلا 10 نفر رو خبر کنه تو بیاری یک میمونی میتونی از سر بدر کنی نه تو که نمیتونی دیگه ایتا چیزای نکو حواس چیز اون میگه دیگه شما بریم نواسی خود دختر خود بفهمونه. ما که هرچی گفتم زبون ممنوع بده که کسی به گپ من نمیکنه. حالا کجا میبری؟ من همین تک چرخی ما هم برم رو
سرا برم دیگه. اگه خودی ما میریم چاش تکوور کردیم، شما کدوم هستی بریم؟ ما برم بمی سرا برم یک چرخ از موشلی سر شلی یک چرخ بزن سه کنه او داری یا نداره. باز میام نمازگر هم میام به سرا شما بیایم خودی از اینا گپ زنیم که من دیوانه جون بکدم کاکا خسرو. به خدا میرم اینا میبینو اینا به سر خود خونی هم اصلا نی به دختر شما به حرف ما میکنه نی هم نواسی شما. چرا که دختر شما طرفداری به چی خور میکنه کاکا خسرو؟ آدمو تا طرفداری به چر بکنن که شما بکنه که شما به گل قلین بسونه. ما وقت ندارم. خدا حافظ. نمیفهمم که من چیکار کنم کاکا خسرو. افغانستان بدون نامیم بدنور و چه کاکا دلاور به ایران آمدم به شهر بندر نیلیلا چتنه پرسان نکو گیلا که دل من میته به سر آمدنیه. اصلا دیگه دل من نمایه که خودم هیچ کس گپ بزنم. به خونه میرم دست زن به جنجال، دست بچه به جنجال. همین هر دو نفر از اینا جنجال دارم که خدا یکی مگر تو به منجی بریم. من نمیفهمم من چه کار کنم. مشته کن. برای جامی نانه میگفتم تو اگه نیلیلا یا کجیر دیدی بگو ما چه کار معطل بستیم دادیم مایم یا نمایم. نه بابا تو گپا میزنی و اصلا هیچ کس قبول نداره. مادری هم فقط پشت سر بچه خورد داره. دیروز من خسر خورم بدیدم برای گفتم بابا من چه کار کنم دست از اینا. حالا ما خود چیش بلا بدیم که شما میان به خسرونی گفتیم ما شاید بیاین دوباره بیایم مایم ماشتنه. حالا ما معطل بشینیم مایم سکو گیلا برا رو خوربه گردم. همین بچه من به یک جاها دست نمیگذاره. اصلا توان من نمیکشه که من خودی مردم سلام علیک بکنم. خیشی که به جا خو باشه. او میگه نیست که اصلا من بغیر از این دختر. خب من چیکار باید بکنم؟ مادر هم میته میگه. بغیر از دادمه؟ نه بابا. نه. دادمه نمایه؟ نه. خونه خاطر این لیلا جبرال ما خاطر داده ما بمونده بفهمیدی به خونه. انا ما گفتیم اگه شما میایم شما مردم بی‌تر امنیه. بیایم داده ما بوستن که ما از این جنجال فارغ شیم حداقل 4 قرون پولی بگیر ما بیایه. بفهمیدی چون پیال ما وعده کردن گفتم ما با تو باسکل هم میخرم با بایل هم میخرم. گیلا هر وقت دادی تو نسبت دار به خدا تو چیزی بگم من با شما خیلی خوش بودم. چه کار کنم مالک؟ تو با ما بگو این پاخور به اردو پاخور بهم یک کوش کرده. نگاه اگه مو دختره رو من میستونیم بستونیم. اگر میستونیم دست خوبم هیچ کاری نمیزنم میتقلتی دیو. مادر یمن لقال مقال میگه یک بچه دارم. چرا نمیستونیم مو دختره بزنم؟ من چه کار کنم تو با ما راه نشون؟ دختره یعنی دادیمه؟ نه بابا. نه مردم با سر کارا خو کار میکنن. چه کار کنم؟ تو با ما بگو گیلک بچه کار کنم. حالا من به اون جمع که من برم کسی اصلا من راه نمیده به 4 طرف. اون مردم پول داره. دادیمه؟ من یک ساعت انگار که غیره بر نخو تو گپ بزنم. حالا من چی بگم که نیلیلا نمیایم دادی من رو خوربه گردم. وقتی که نماسته باشم چه کار کنم؟ همون دادی تو مسلمان رو بگیرم ببرم به خونه خوب بدبخت روزگار میشه. بچه من نماسته باشه چه کار کنم؟ بگو. با مگر پس بیا به خونه شما. وای با خود کلی فندقی خوبا این چیه که با نماسته باشه؟ بابا این گپا میزنه تو به پیشی برو. مادری هم پشت سر بچه خورد داره. وقتی که بیا طرفداری کنه بگه راست میگه این پیار تو بگه نه یک بچه دارم. باز به تا گوش مادر که مثل مرغ بری به کوت زور ما بکشه. میکرسی ها دیگه چیکار کنم؟ مجبورم. اینا 2 نفرم من 1 نفرم. تو خود جوانی هم دیری. وای حیف کله حتی کدوه کدو کله نه کدوه گیلا هاو اگه میشه برو رو کجیر دیدی بلکه به گپ تو بکنه تو رفیق نیو رزی بسازی. به گپ ما کنه میکنه هر چی میگو. بگم دادی من بیا بستو اون رزی واسه بگو بیزار از این دختره باشی به درد تو نمیخوره. بگو پیار تو توان یک میمونی از اینا نداره. بود پشیمون کو. ها بگم بیا دادی من دادی من بستو بگو ما میمونی نمایم با عمر بگو 4 طرف شما نمیای. زنده بشی کی تو بگو بریم. با که شر میکنم میشا که بر میکنم آخری به نازم سبزمک یار باشک یار باشک شک چی به پایه زنده بشی بیا که شر میکنه چه کار کنی گیله جو گیلا کجی تو بده بیل خو تو بیلم قطع تو نیاری او گیله 200 دستو کلم تاره کار کنی سر جمینایی بر بل و کار دیگه کجی نانه ما به تو سلام میگفتم علیکم سلام بعد از سلام نانه میگفتم انا به گیلا به کجیر بگو که خوب انا بیایم دادیم کی میستونی به خیر خوشی انا که ما دل جمع شیم به خاطر ازی یلکو چرا کار خدمتی باشه تو بده که من خود بگیرم که نتون ما رفتم وقت نمونده ای تر گیله پیر می پاسم می من دختر ما پیار خو مادر خورم ری کرد و اونا میگن چه کار فلان من کار ندارم
من مرغم یک لنگ داره گیلا گپ مردم یکیه میگه گپ کردن برای شد دگه بر نمیگرده تیری هم که کمون خورد شد دگه بر نمیگرده بفهمیدی؟ حالا کم گیلا 100 گپ به یک گپ شف نیشف دلو خدا و سلام مموی دختره مایم خلاص بلاس نی داده تور مایم نی احمد مایم نی محمود مایم هیچ کدوم نمایم ما گفتم تو میامدی حداقل میشتینی که ما بخواه یک باسکل میخریدم و بایله تو دعا کو خو همین دختره رو به من بدم اگه ما آدم با تو باسکلی نخریدم که ما بچه پیار خونه باشیم گیله دادی من نه همون دختره اگه مور به من بدم اگه من شیرینی با تو باسکلی نخریدم بگو تو که جی نبیدی تو بخی هیچی دیگه چی میرفه خود داد دعا کو نه نمیگن دادی تو بمونده به خونه خود چه خدمت کنم که بمونده ببر سر بازار لیلام که بگو به دری پیه کش کنه ریز کنه برو دادی خود لیلام کو فرقی مثل که دادی من خونمونه خود تو بگی خدا تو بمونده در سر خب الان کلمه تایمی جی میزن که میگرم کشکونی که نیو خشکی و نیه که بمونه به دستونه پستونه می میرم صاحب شی من بیل بیدون به چی خبر دارم بیل بر مای صاحب شی برو برای کار خوب برو حالی نبایی دادی من مرد حیف دادی من با تو آره کلا گنده برو که به خدا بیام به تو پشت میدیره دلم کرنج تو گل چه برو حیف موی دادی من برو سر نشو سر فرضی بپرسیدی میگم کجیر مایم سر کلی تو نگاه که بقید کور کنه جسته